سلام بیننده‌های ارجمند. همانطوری که از بخش‌های خبری ما اطلاع دارید، امروزها سفر رسمی رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان جناب دکتر عبدالله در تاجیکستان ادامه دارد که ایشان هم برای انجام سفر رسمی و هم برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی سطح بلند عاید به نتیجه‌گیری از تطبیق 10 ساله بین‌المللی عملیات آب برای حیات به تاجیکستان تشریف آوردند و حالا ما فرصتی داریم با چند سوال به ایشان مراجعت نماییم. خوش آمدید جناب دکتر و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. البته شما را در تاجیکستان خوب میشناسند، شما قبلا هم سفرهای به تاجیکستان داشتید، اما در مقام رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان این نخستین سفر شما به تاجیکستان و عموما نخستین سفر شما به خارج است و همچنین شما ملاقات با پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان داشتید. میخواستم صحبت را از این آغاز کنیم که خود شما این سفر و این ملاقات را چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از جمهوری تاجیکستان به خاطر مهمان نوازیشان از جناب جلالت مآب رئیس جمهور امامعلی رحمان که امروز به همراهشان ملاقات مفصلی داشتیم، یک به یک و هم در سطح هیئت‌های دو جانبه و همچنان آقای قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان که با اونها هم ملاقات تفصیلی داشتیم. با استقبال گرم و دوستانه سران کشور عزیز تاجیکستان و مردمش مواجه هستیم. خوشحال هستیم که فرصت ما داشتیم که بیاییم و در شرایطی که در افغانستان حکومت وحدت ملی تشکیل شده یک بار دیگه انرژی تازه را ایجاد شود به خاطر پیشبرد برنامه‌های همکاری‌های دو جانبه مبتنی بر منافع هر دو کشور که به سود همه ما است، در سطح اقتصادی، مسائل انرژی، مسائل مواصلات، ترانسپورت، تجارت، فرهنگی، مسائل مناسبات همه جانبه، همکاری‌های در سطح منطقه، همکاری‌های در نهادهای منطقه‌ای و بین المللی، در همه عرصه‌ها صحبت‌هایی داشتیم. من چندین بار در گذشته‌ها با جلالت مآب رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات ها داشتیم، چه در سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و در گذشته در معیت رئیس جمهور پیشین افغانستان دولت اسلامی افغانستان شهید استاد برهان الدین ربانی یا در همراهی با شهید احمد شاه مسعود ملاقات های زیادی داشتیم و یک دوست همیشگی افغانستان میدانیم آقای رئیس جمهور تاجیکستان و شخصا هم احترام برشان داریم و رابطه خوب دوستانه با هم داریم و همیشه با حسن نیت به مسئله افغانستان و به مسائل افغانستان برخورد کردن. وقتی صحبت راجع بر روابط تاجیکستان و افغانستان است که فکر نمی‌کنم نیازی باشد که ما از مشترکات نام بریم، چون اینقدر مشترکات هست و چنان پذیرفته شده است از سوی دولت‌ها و ملت‌های هر دو کشور که نیازی به گفتن نیست. بنابراین من این گونه سوال را مطرح می‌کنم که از این همه مشترکات دوشنبه و کابل تا امروز چگونه توانستند استفاده کنند و باز کدام ظرفیت‌هایی هست که هنوز استفاده نشدند؟ خوب قدم‌های در 13 سال گذشته هم برداشته شده. قبل بر او در زمانی که ما با مشکلات بسیار زیاد مواجه بودیم در مملکت ما و مردم افغانستان در برابر القاعده و تروریسم قرار داشت، جمهوری تاجیکستان، رهبری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همه در حمایت از دایه برحق مردم افغانستان قرار داشتند که همکاری جمهوری تاجیکستان در او زمان حیاتی بود برای دوام مقاومت در افغانستان در برابر تروریسم و القاعده. در حقیقت دروازه که باز بود برای افغانستان دروازه تاجیکستان بود تا از این طریق ما مناسبات با در رفت آمد ما تا متکی بود که ما از طریق تاجیکستان به بیرون از کشور رفت آمد میکردیم و محدود کشورهایی بودند که در حمایت از مقاومت قرار داشتند. او یک نقش تاریخی بود که تاجیکستان ادا کرده و مردم افغانستان او را فراموش نمی‌کنند. در این زمان در 13 سال گذشته هم موافقتنامه های زیادی انجام شده، در عرصه‌های مختلف کار هم صورت گرفته. امروز ما از برق تاجیکستان مستفید هستیم، خصوصا در ماه‌های
بهار و تابستان در 6 ماه سال یک بخش از افغانستان، همکاری های در سطح منطقه باید صورت بگیره که از او همه منطقه نفع میبره و سود میبره. در عرصه‌های تجارت و ترانزیت زمینه‌های خوب همکاری ها وجود داره و در 2 سال گذشته افغانستان در یک موقعیت خاص بوده، چون مسئله از یک طرف انتقال مسئولیت‌های امنیتی که نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور گسترده داشتن حضورشان محدود شد و نحوه ماموریتشان تغییر کرد. از طرف دیگر مسائل انتخابات در افغانستان طولانی شد. در این موقع از مکانیزم هایی که برای پیشبرد روابط ایجاد شده بود استفاده خوب صورت گرفتن نتانست. حال موقعش است که دوباره اون مکانیزم ها فعال شود. امروز هم صحبت کردیم یک کمیسیون بین الحکومتی است که جلسه بعدیش باید در افغانستان صورت بگیرد در ماهای نزدیک و افغانستان میزبان ازی باشه. در اوج تمامی عرصه های عملی همکاری ها باید که روش کار صورت بگیرد، چون زمینه های حقوقیش وجود داره. حدود 80 موافقتنامه و تفاهم نامه امضا شده بین 2 کشور. در این شرایط فعلی هم تبادل متخصصین داشتیم. محصلین افغانی درجه مصروف درس هستند، کسب تحصیل. تنها محصلین نه که استادا هم در سطوح در مقاطع دکترا و ماستری مستفید شدن از همکاری تاجیکستان در عرصه باستان شناسی. دوستای تاجیک ما را یاری رساندن در عرصه زراعت در مسائل مختلفی است که تا به حال همکاری ها بوده و آن با استحکام حکومت وحدت ملی در افغانستان زمینه برای دوام همکاری ها و گسترشش بیشتر شده. حکومت افغانستان 2 سال پیش اعلام کرده بود که میخواهد نقطه وصل باشد میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. خب البته اینجا طرح‌های هستند، طرح انتقال برق کس هزار است و یک طرح بسیار مهم، طرح راه‌های آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان. میخواستم بگوید که این طرح‌ها تا کجا عملی شدنی هستند و چه پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که افغانستان در آینده بتواند در واقع چنین نقطه وصل باشد بین 2 منطقه؟ در مسئله کازا 1000 که جامعه بین المللی هم علاقمندی نشان داده و کارهای تکنیکی صورت گرفته، هر 2 کشور همکاری دارند و با نهادهای بین المللی هم همکاری است. خب عملی شدنش مربوط به این میشه که همه طرف هایی که در این برنامه شریک هستند با سرعت عمل کار کنند. زمینی همکاری بسیار خوب وجود داره در این رابطه. مسئله خط آهن هم مورد بحث است. مسئله پایپلاین گاز از افغانستان در مرحله است که باید یک مطالعه تکنیکی مشترک صورت بگیره تا فیصله نهایی در اون مورد صورت گرفته بتانه. در تمام از عرصه هایی که شما یادآوری کردین کار رویش ادامه داره. معلوم است که پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان در اکثر نشست ها و همایش های بین المللی در برابر تاجیکستان همیشه صحبت از افغانستان به میان می آورد و بارها گفته است، حتی از منبر سازمان ملل، که اگر ما میخواهیم آرامش و ثبات در آسیای مرکزی برقرار باشد باید ما به افغانستان برای بازگرداندن آرامش و رشد و پیشرفت کمک کنیم، یعنی جامعه جهانی. میخواستم بگوید که این دعوت ها چگونه واکنش، چگونه بازتاب در خود افغانستان، در جامعه افغانستان دارند؟ ما به دیدی قدر می نگریم که کشور همسایه ما و رهبری کشور همسایه ما همیشه با نیت نیک و با اقدامات مؤثر در راستای مطرح کردن مسئله افغانستان و جلب توجه کشورها، سایر کشورها در ارتباط به این مسئله و همچنان در رابطه با مناسبات 2 جانبه همیشه با نیت نیک و با حسن نظر برخورد کردن. مردم افغانستان قدر پیش آمد و رفتار میدانن و درک میکنن و ما ممنون هستیم. بیننده های گرامی،
صحبت داشتیم با جناب دکتر عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان که با یک سفر رسمی و نیز برای اشتراک در کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به نتیجه گیری از تطبیق 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات در شهر دوشنبه قرار دارند. و شما اقامت خوش آرزو میکنم و برای هر دو کشور پیشرفت و آبادی. تشکر از شما.